اگر از طریق لینکی که من براتون میذارم وارد این صرافی بشین، کاملا درست حد زدین. بله، به من یک چیزی میده و از طرفی به شما هم یک چیزی میده که الان بهتون میگم دقیقاً چیه. اینجا بعد از اینکه وارد این صرافی شدین که اسمش OMP هستش، روش که کلیک بکنید، اینجا داره میگه وقتی که شما دوست خودتون رو دعوت بکنید 500 ساتوشی بیت کوین برای شما و 500 ساتوشی بیت کوین برای رفیق شما یا دوست شماست که از طریق شما میاد. یعنی اگر همین الان شما برید همینطوری ثبت نام بکنید هیچی بهتون نمیده، اما اگر از طریق یک نفر وارد این صرافی بشین 500 ساتوشی بیت کوین میگیرید. عدد فوق العاده ایه و خیلی جذابه. حالا نکتهش اینجاست که حالا شما چطور کسب درآمد بکنید. اولا اینکه با ثبت نام اولیه این پولو میگیرید، همون لحظه هم قابل برداشته و کاملا اوکیه، همه چیزش عالیه. اما چطور شما پول در بیارین از این روش الان بهتون میگم. ببین من الان میام اینجا روی این گزینه آدمکی کلیک میکنم، حساب کاربری رو میزنم که شما هم کامل اینو مشاهده بکنید. اینجا الان دارید اسم منو مشاهده میکنید، حساب خودمه. رو گزینه دارایی هم کلیک میکنم. من 1000 تومانم وارد این صرافی نکردم، فقط از طریق همین روشی که دارم به شما توضیح میدم تونستم 52 تتر معادل 4,214,000 تومان ازش کسب درآمد بکنم در عرض یک هفته حدودا. شما هم میتونید خیلی راحت همچین درآمدی داشته باشین. حالا چطوری؟ کافیه که اینجا بعد از اینکه وارد صرافی شدین روی این گزینه کلیک بکنید. ببینید جشنوارهشون اینه. روی جشنواره کلیک بکنید و توی این قسمت جشنواره میایین پایین، ساخت لینک دعوت رو میزنین. ساخت لینک دعوت رو که بزنید به شما یک لینک دعوتی میده. ببینید به این شکل. این لینک دعوت رو کپی میکنید، برای دوستاتون و آشناهاتون میفرستید. لینک رو میتونید عوض بکنید، برای دوستاتون و آشناهاتون میفرستید. هر یک نفری که دعوت بکنید 500 ساتوشی بیت کوین به شما میده، 500 ساتوشی بیت کوین هم به رفیقتون میده. اینجوری همه با لینک شما میان، چون برای خودشون هم میصرفه و عدد خیلی خوبی رو دریافت میکنن و میتونید کلی دعوت انجام بدید. دوستاتون، آشناهاتون، اگر گروهی تو روبیکا دارید، تو واتساپ دارید، هر جا هستین لینک خودتون رو میذارین و خیلی راحت میتونید درآمد عالی داشته باشین ازش. سوال بسیار مهمی که پیش میاد اینه که چطور میتونیم درآمد خودمون رو برداشت بکنیم. اینجا رو گزینه دارایی که کلیک بکنید میتونید درآمد خودتون رو ببینید. رو گزینه برداشت هم که کلیک بکنید کافیه که مبلغ برداشت خودتون رو مشخص بکنید. اینجا دارید مشاهده میکنید مبلغ برداشت خودتون رو مشخص میکنید و میتونید برداشت بکنید. اما موجودی شما به شکل ساتوشی بیت کوینه. دقت بکنید، من اینجا دارم میبینم این بیت کوین ها روش کلیک میکنم و باید فروش رو بزنم و با قیمت همون لحظه این خطو که بیارم پایین کل بیت کوین های منو میفروشه. سفارش فروش رو میزنم، بعد میاد تو قسمت تومن، یعنی موجودی من تبدیل میشه به تومن و میتونم خیلی راحت اینجا گزینه برداشت رو بزنم.